بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در چهارمین درس از سلسله درس‌های تفسیر نور امروز با مبحث جدیدی آشنا خواهیم شد: تفسیر قرآن، آشنایی با تفسیر قرآن. قبل از اینکه به تفسیر آیات قرآن کریم بپردازیم، امروز مباحثی از این باب داریم. تفسیر قرآن را چرا باید آغاز کرد و تفسیر چیست و بهترین روش در تفسیر قرآن کریم کدام است؟ مثالهایی از این نمونه خواهیم داشت، همچنان که اولین مفسر یا کتابهای تفسیر را در این زمینه معرفی خواهیم کرد. پس بگذارید با هم دیگر سراغ مضامین و محتوای این برنامه بریم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. در برنامه تفسیر قرآن کریم که چرا باید قرآن را تفسیر کرد، مگر هر کس نمیتونه قرآن را به سادگی خودش و با طبیعت و ذوق و سلیقه خودش بفهمه؟ میگیم چرا، ولی باید اسباب و وسایل اون را داشته باشه تا اینکه دچار کج‌فهمی نشه. قرآن کریم با لغت و زبان عربی آشکار بر حسب قواعد لغت نازل شده تا اینکه مردم اون را بفهمند، ولی با این حال باز هم امکان داره که انسان‌ها در بینش و فهمشون و استنباطاتشون و برداشتاشون متفاوت باشن، همونطور که بودن. حتی در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه با همدیگر در یک مستوای فکری و عقلی نبودند و همه مثل همدیگه نمیفهمیدند. اینجا بود که در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر به عنوان کسی که اولین بار قرآن ازش نازل میشد، قرآن را تفسیر میکرد و معانی پوشیده‌اش را واسه صحابه بیان میکرد و همینطور صحابه برای تابعین تا به امروز علمای بزرگوار در طول تاریخ سعی کردند که آن نکات پوشیده و آن نکات دشوار قرآن را باز کنند و بگشایند و تفکیکش کنند تا اینکه مردم به راحتی بتونن قرآن را بفهمند و به عجایب قرآن پی ببرند. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. در قرآن کریم ما آیه داریم که صراحتاً به این مسئله اشاره دارد که قرآن در برگیرنده هر چیزی است. ما فرطنا فی الكتاب من شیء، ما فرطنا فی الكتاب من شیء. در آیه 7 سوره انبیاء میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چون اکثر مردم در بینش و عقل و فهم متفاوت هستند، قرآن دستور میده که اگر نمیدونید برید سوال بگیرید از کسانی که، یا بپرسید از کسانی که اهل ذکر هستند، یعنی اهل علم هستند. چرا؟ چون اهل علم تخصص دارن در این زمینه و میتونن با فهم و بینش بیشتری آن نکات پوشیده‌ای که برای خیلی ها قابل فهم نیست واضح و روشن بفهمونند. و به همین خاطر قرآن کریم فرمود که و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. که فرمود اگر مردم اون فهم بینششون رو به رسول صلی الله علیه و سلم در عهد خودش و به سنت رسول الله بعد از اون به روایات صحیح از پیامبر باقی مونده عودت و بازگشت نداده بودند و همچنین به اولوالامر، یعنی اولوالامر در تفسیر اینجا علما هستند، دانشمندانی که به قرآن علم و بینش دارند، تا اینکه واسهشون استنباط بکنن، برداشت بکنن، فهمشون رو
بهشون بگن. این جزء فضل بیکران الهی و رحمتی است که خداوند نصیب امت اسلامی کرده تا اینکه از گمراهی ها نجات پیدا کنند. پس بنابراین قرآن را با سادگی بی علم و بی اسباب و بدون وسیله نمیشه فهمید. قرآن را باید درش غور کرد، تفکر کرد، تأمل کرد. باید تمام قرآن را به هم دیگه ربط داد. قرآن را با سنت و فرمایشات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فهمید. قرآن را با زندگی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و شاگردان مکتب قرآن فهمید. قرآن را باید با اصول زبان عربی فهمید و به همین خاطر در روش‌های تفسیر قرآن ما این را بیان خواهیم کرد که چگونه باید قرآن را برای فهم بینش صحیح قرآن چه راههایی را باید طی کرد. اگر به این نکته اتفاق کردیم که هر کس نمیتونه قرآن را خودش بفهمه، ممکنه برداشت‌هایی از قرآن داشته باشیم اما اون فهم جامع و شامل و مانع نمیتونه باشه. پس بنابراین تفسیر قرآن یعنی نزدیک کردن فهم و برداشت هایی که ممکنه از اون آیه باشه به مراد الله سبحانه و تعالی. چون ما معتقدیم قرآن کلام الله است، سخن خداوند است برای بشر تا اینکه با فهم اون هدایت بشن. من یه چیزی میفهمم، شما یه چیزی میفهمید، دیگری چیز دیگه میفهمه، ولی کدام حقیقت است این را باید با یک اسلوب خاص خودش فهمید که اون بهش میگن علم تفسیر. علم تفسیر. به همین خاطر علمای دین گفتند که یا مفسران تفسیر علمی است که با آن کتاب منزل بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که همون قرآن است فهمیده میشه، معانی اون بیان و احکام اون هم استنباط میشه. این تفسیر قرآن کریم، معنای تفسیره. و از اونجایی که قرآن کریم در آیه در سوره فرقان میخوانیم که ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، در این آیه لفظ تفسیر اومده، یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، مشرکین یا کفار یا کسانی که قرآن را قبول ندارند یا دین آیین تو را نپذیرفته‌اند و با تو در سر جنگ هستند، هیچ مثالی، هیچ حرفی رو نمیزنند، هیچ مثالی رو نمیارند مگر آن که بهتر از آن از وجه حقیقت آوردیم و با بهترین تفسیر و بیان. پس بنابراین احسن تفسیر در اینجا منظورش چیه؟ یعنی بیان. پس بنابراین خود تفسیر یعنی بیان و کشف نکات پوشیده و برملا کردن اون برداشت هایی که ممکنه در خلال آیات و در خلال کلمات و در لابلای حرفا نهفته باشه. ما میرسیم در خلال تفسیر که ممکنه یک حرف معنای خاصی داشته باشه و در جای دیگر معنای دیگه داشته باشه. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. میرسیم به این نکته که بهترین روش تفسیر قرآن چیست. قرآن را در طول تاریخ به دو روش عمده تفسیر کردند. عده‌ای اومدن قرآن را برگردوندن به خود قرآن، گفتن ما بذارید ببینیم این کلمه در خود قرآن چند بار تکرار شده و در جاهای دیگر چه معنا ازش فهمیده میشه، اینها را در کنار هم بذاریم و اون معانی را به هم دیگه کامل کنیم. یا قرآن را با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به ترتیب که ببینیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد این آیه چه فرمودن و روایات چگونه نقل شده. همین رو ما چیکارش کنیم؟ بیام در تفسیر، در فهم، در بینش اون آیه به کار ببریم. یا اینکه ببینیم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه فرمایشاتی، در چه فهمی، چه برداشتی در مورد این تفسیر در این آیه دارن و اگر صحیح است که اینطور فرمودن و کسی هم مخالفت نکرده، معناش اینه که عمده صحابه و عمده شاگردان پیامبر صلی الله علیه و سلم و یاران گران قدریشون به این رأی متفق هستند. پس بنابراین این رأی را اولویت میدیم به فهم خودمون یا فهم کسانی که بعد اومدن. یا اینکه برمیگردیم به علمای لغت در طول تاریخ، ببینیم که این کلمه در قرآن به چه معناهایی به کار برده شده و از خلال اون آیه را تفسیر میکنیم و این روش را بهش میگن تفسیر مأثور، یعنی با اثر، با دلیل. و این که قرآن را با قرآن یا قرآن را با سنت یا قرآن را با فهم و بینش سلف
یا قرآن را با کلام و زبان عربی تفسیر کرد. این 4 روش یا 4 وسیله متعدد در راستای یک هدف و یک به اصطلاح منهج و یک روش قرار گرفته که بهش میگن تفسیر مأثور یا تفسیر مستند به ادله قوی. حالا که ممکنه همین تفسیر بعضی وقتها دیدگاه‌های خاص خود انسان باشه، بهش میگن تفسیر به رأی، یعنی شخص با اجتهاداتی که بهش رسیده برداشت‌هایی از آیات قرآن میکنه که این 2 نمونه است، ممکنه خوب باشه و ممکنه بد باشه. اگر این انسان وسایل علمی خوبی داشته باشه، یعنی در اون مرحله از اجتهاد و فهم و علم و بینش و درایت زبان عربی در قواعد صرف و نحو، در بلاغت، در بیان الی آخره داشته باشه، معانی، علم معانی و علم بلاغت، برداشت‌های زیبایی داشته باشه، میتونیم اون رأیش رو بپذیریم و بگیم این رأی محمود هست، تفسیر به رأی محمود. یا اینکه نه، اگر انسانی خدای نکرده تعصبی داشته باشه، گرایش داشته باشه، یا اینکه انحراف‌هایی داشته باشه، شبهاتی داشته باشه و بخواد با اون دیدگاه قرآن را تفسیر بکنه، بهش بگیم این تفسیر به رأی چیه؟ مذموم هست، یعنی ناپسنده. چون قرآن کلام خداست، نمیشه به هر طوری که دوست داشتیم به دیگران فهموند. پس بنابراین بهترین روش برای تفسیر قرآن اینه که قرآن را با خود قرآن یا قرآن را با سنت یا قرآن را با فهم صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا قرآن را با زبان عربی تفسیر کرد. من مثال میارم از این 4 روش تا اینکه مطلب روشن بشه. مثالی از تفسیر قرآن با قرآن. ما در آیه 37 سوره بقره این آیه را میخونیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. پس دریافت کرد، گرفت کی؟ حضرت آدم علیه السلام ابوالبشر از پروردگارش کلماتی را که اون کلمات را گفت، تکرار کرد. فتاب علیه، پس خداوند بر اون بخشید. چرا؟ که زمانی که حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا در بهشت از درختی منع شدند و با اغوای شیطان اون درخت را، میوه اون درخت را خوردند، به دنیا رانده شدند. ولی برای بخشیدن این گناه خداوند چیزی به اینها الهام کرد، چیزی به اینها فهموند، کلماتی را به اینها تلقین کرد. گفت این دعا را بخونید و این ذکر را بخونید تا من گناهتون رو ببخشم. ولی در این آیه نیومده این دعا چی بوده. فرمود که فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیه السلام از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد، گرفت. خب اون آیات را، اون کلمات را خوند، چی بود؟ نیومده. فتاب علیه، پس از گفتنش و اون دعاش و اون ذکرش خداوند توبهشو پذیرفت. انه هو التواب الرحیم، که به راستی خداوند بسیار توبه پذیر و بسیار مهربان است. در آیه 23 سوره اعراف این دعا را ما قشنگ اونجا میبینیم. در قصه حضرت آدم و حوا زمانی که از بهشت رانده شدن و به زمین اومدن، در سوره اعراف به طور تفصیل و مفصل ذکر شده. در اونجا ما میخونیم که قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خداوند این دعا را به آدم و حوا علیهم السلام القا کرد، تلقین کرد، یادشون داد. پس گفتند اون 2 نفر، یعنی آدم و حوا علیهم السلام، ربنا، پروردگار ما به خودمون ظلم کردیم با پیروی از شیطان، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، و اگر که ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، ما البته از زیانکاران خواهیم بود. پس بنابراین تفسیر اون آیه اول که گفتیم کلمات در آیه 37 سوره بقره آمده بود را راحت میشه با آیه 23 سوره اعراف تفسیر کرد که منظور از اون کلمات این دعای میمون و مبارک است. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. مثالی از تفسیر قرآن با سنت، و منظور از سنت روایتی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ازشون نقل شده در تفسیر مقوله، در تفسیر یک آیه. آیه 82 سوره انعام به ما میگه الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یعنی کسانی که ایمان آوردند
و ایمانشان را با ظلمی آمیخته نکردند. پس اینها براشون در دنیا در آخرت امن است، در آخرت از امن برخوردارن، یعنی عذاب خدا و جهنم نصیبشون نمیشه، بلکه در امان هستن از عذاب آخرت. و هم مهتدون، و ایشون در دنیا رستگاران هستن، یعنی در دنیا رستگار و در آخرت هم چی هستن؟ نجات یافته از جهنم هستن. این آیه رو بعضی از صحابه اینطور فهمیدن، گفتن که منظور از ظلم که اینجا اومده ایمانهم به ظلم، احتمال هر گناهی باشه. خب این غیر ممکنه، هر انسانی حتی اگر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه مرتکب گناه میشه. این آیه هم در قرآن بود ولی صحابه این رو نفهمیدن، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون گفت که نه، منظور از شرک در اون آیه، منظور از ظلم در اون آیه شرک است که در این آیه دیگه اومده، آیه 13 از سوره لقمان. خداوند فرمود و اذ قال لقمان لابنه وهو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که خیر، این برداشتی که شما کردید اینطور نیست. آیا ندیدید که آن مرد صالح لقمان درش خلافه نزد اهل علم؟ علما میگن که بعضی گفتن که پیامبر بوده، بعضی گفتن نه انسان نیکوکاری بوده. پیامبر صلی الله علیه و سلم را ایشون رو به عنوان مرد صالح یعنی انسان نیکوکار معرفی کرده. گفته آیا نشنیدید که مرد صالح از زبان مرد صالح در قرآن چطوری اومده؟ سپس این آیه را تکرار کرد که ان الشرک لظلم عظیم. آن هنگام بیاد آن زمانی که لقمان به پسرش گفت، در حالی که اون رو نصیحت میکرد، ای فرزندم به خدا شرک نورز که شرک بزرگترین گناه است، بزرگترین ظلمه. نیا کنید دقیقاً با ظلم تفسیرش کرد این آیه را با آیه قبل. در اونجا اومده ایمانهم به ظلم و در این آیه بعدی اومده چی؟ ان الشرک لظلم عظیم. پس ظلم در سوره انعام را با ظلمی که در شرکی که در سوره لقمان اومده تفسیر شده و این از زبان رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک نوع تفسیر قرآن با قرآن هست که میشه اونو تفسیر با قرآن با سنت هم قلمداد کرد. برای اینکه واضح‌تر بشه من دو روایت دیگه میارم، ممکنه در خود قرآن هم نباشه. بعضی وقتا شده که مشهور است که مثلا سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر یک باری بر پیامبر صلی الله علیه و سلم در جایی که در زمانی که میان اصحاب نشسته بود كتاب الله كتاب الله كتاب الله حالتی بهش دست داد که تقریبا پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه گفت که از حالت از اون چیزی که در حول آوشش میگذشت بیخبر میشد. یک مرتبه به هوش اومد و گفت که الان بر من سوره‌ای نازل شد که از تمام دنیا برام با ارزش تره. فرمودن چی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که سپس خوند بسم الله الرحمن الرحیم، با بسم الله شروع کرد ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بعد این آیه این سوره که خوند رو به صحابه کرد و گفت که فرمود که میدونید کوثر چیه؟ هل تدرون ما الکوثر؟ کوثر میدونید چیه؟ پاسخ دادن الله و رسول اعلم، خدا و رسولش بهتر میدونه، ما نمیدونیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود نهر اعطانیه الله فی الجنه، رودی است در بهشت که خداوند به من خاص به من کرده، به من داده تا اینکه از آن بنوشانم به امتم تا اینکه سیراب بشن در بهشت. و این بهترین به صورت تفسیر برای تفسیر الکوثر در خلال این آیه. یا اینکه در صحیح مسلم از صحابی به نام عقبه ابن عامر که می‌فرماید شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بالای منبر بود و این آیه را خوندن درباره جهاد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی آماده کنید، مجهز کنید، تجهیز بدید خودتون رو با اون قدرتی که دارید، با کل توانتون. سپس فرمود که آیا میدونید قوت چیه؟ الا ان القوه الرمش. منظور از قوت در این آیه چیه؟ تیراندازی است. یعنی چون در اون زمان تیراندازی بهترین وسیله برای چی بود؟ برای جهاد و مبارزه بود. مثالی از تفسیر قرآن با اقوال صحابه در سوره تکویر آیه 15 میخوانیم که خداوند عزوجل فرمود فلا اقسم بالخنس، پس سوگند به خنس. سوره تکویر از اولش سوگنده، از اولش درباره نشانه های قیامت است و سپس سوگنده. در اینجا سوگند میخواد خداوند عزوجل به خنس. در روایتی از
علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه نقل شده است که ایشون فرمودند که خنس، منظور از خنس همون ستارگانی است که با طلوع خورشید، با ظهور نور خورشید از بین میرن و پنهان میشن. در اصل کلمه خنس یعنی پنهان شده. و حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه آیه را تفسیر کرد به چی؟ منظور ستارگانی است که در شب میدرخشند اما با طلوع خورشید چی میشه؟ پنهان میشن و از چشم انظار مخفی میشن. مثالی از تفسیر قرآن با قواعد و لغت عرب. در زبان عربی ما دلالت‌های خیلی قوی و جالب و زیبایی داریم. به همین خاطر بعضی وقتا میشه که مفسرین آرا و نظریات مختلفی در یک آیه دارند و وجه اختلافشون هم در اینه که ممکنه در مورد دلالت اون لفظ و اون معنایی که هست ازش استنباط و برداشت میشه اختلاف نظر داشته باشند. در آیاتی در سوره زاریات ما داریم که خداوند عزوجل آیه 24 تا 26 درباره قصه ابراهیم علیه السلام، در آن زمانی که فرشتگان اومدن تا اینکه به ابراهیم بگن که خودتو جمع جور کن، از این طرف صاحب فرزند میشی در این سن پیرسالی، کهنسالی و پیری، و از این طرف دیگه عذاب واسه اون ملت میاد، خودتو جمع جور کن. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین؟ آیا حدیث یا سخن یا قصه مهمانان مکرم ابراهیم را شنیدید، اومده واسه شما؟ اون زمانی که ادخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، سلام کردن بر اون سلامی و سپس پاسخ شنیدن به اینکه اونا رو نمیشناخت ولی مکرمشون کرد و معززشون داشت و از اونها پذیرایی کرد. در دنباله سوره میخوانیم فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین. ابراهیم علیه السلام به سوی اهلش شتافت. منظور از اهل در اینجا کیه؟ زن است، فرزنده، همشون هست. خود اون زمان مشهوره که ابراهیم به تنهایی زندگی میکرد به دلیل بقیه آیه، چون آیه اومده که چی؟ فاقبلت امرأته فی صرة فسکت وجهها فقالت انی عجوز عقیم. ابراهیم که از همسرش تا به حال صاحب فرزندی نشده بود و وقتی نوید بچه داری واسه دادن که حمل میشه و بچه دار میشه، تو سر و صورت خودش گفت وای و ویلا کرد و گفت که من دیگه تا به این سن سال رسیدم و حالا دیگه نازا هستم، عقیم هستم، حالا فرزند. تعجب کرد از مژده فرشتگان. حالا میخوام اینو بگم که اهل را در اینجا ممکنه هر چیز تفسیر کرد، ممکنه خانواده باشه، ممکنه بچه‌ها باشن، ممکنه زن باشه، ولی اون تفسیر دقیقی از لغت فهمیده میشه اهل در اینجا کیه؟ زن است، به خاطر که فرزندی نداشته ابراهیم، خودش بوده با همسرش. فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین، یعنی ابراهیم یواشکی به طرف خانواده‌اش رفت، همسرش رفت، بس گوساله فربه و چاق را در حالی که بریانی کرده بود آورده بود واسه فرشتگان تزیین. خیال میکرد مهمانانی هستند چون در شکل انسان ها اومده بودن، بعد دید نمیخورن، به هر حال تعجب کرد و فهمید که اونها فرشته هستند. قصه طولانی است و ان شاءالله در خلال قصه حضرت ابراهیم علیه السلام ما اون را میخونیم و میبینیم. حالا میخوام به این نکته برسیم که در این زمینه اولین مفسر قرآن کی میتونه باشه؟ یقینا با این توضیحاتی که دادیم همه خواهید فهمید که اولین مفسر قرآن رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. در خلال همون دو آیاتی که از سوره انعام و سوره لقمان توضیح دادیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را با قرآن تفسیر میکنه، توضیح میده. یا در مورد تفسیر سوره کوثر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم توضیح میدن که منظور از کوثر چیه. یا الی آخر آیات متعددی را تفسیر میکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین اولین مفسر قرآن خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. در آیه از سوره نحل میخوانیم که خداوند عزوجل فرمود ما ذکر را که گفتیم ذکر یکی از نامهای قرآن کریم هست به سوی تو نازل کردیم تا اینکه بیان کنی برای مردم آنچه را که ما به سویشون نازل کردیم، یعنی قرآن را بیان بکنی، روشنش بکنی، واضحش کنی تا اینکه در آن تفکر بکنند و بیاندیشند.
پس بنابراین اولین مفسر قرآن رسول خدا صلی الله علیه وسلم، اما مفسرانی از عصر صحابه رسول خدا صلی الله علیه وسلم متعدد بودند، بلکه به تعبیر ابو حاتم رازی رضی الله رحمت الله علیه که یکی از بزرگان تابعین هست و تابعین هست و کتابی در تاریخ صحابه نوشته، می نویسد که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز عرفه حجۃ الوداع که اولین و آخرین حج پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده، بیشتر از 100,000 تا بودند. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، کسانی که به پیامبر را دیدند و با ایشون ملاقات کردند و در حضرت ایشون ایمان آوردند و بر اسلام هم و مسلمانی هم وفات کردند، بیشتر از 100,000 تا بودند. پس بنابراین همه اینها آیا مفسر قرآنند؟ مسلما نه، چون همه در یک درجه نبودند و همه به اندازه هم در کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم نبودند. اونهایی که مشهور شدند از میان صحابه میشه گفت خلفای راشدین، که منظور خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و علی، این 4 خلیفه که 30 سال خلافت اسلامی را به عهده داشتند. حضرت ابوبکر 2 سال، حضرت عمر 10 سال، حضرت عثمان 12 سال و حضرت علی بن ابی طالب 5 سال خلافت اسلامی را به عهده داشتند. 30 سال خلافت اسلامی را به عهده داشتند بعد از پیامبر و به حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند 30 سال بعد از من خلافت بر منهاج نبوت است، یعنی بر راه و روش نبوت حرکت میکنه. و این 4 خلیفه به اتفاق پشت سر هم جار کردند، خلافت اسلامی را اداره کردند. از جمله خلفای راشدین حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه فهم و بینش عجیبی در تفسیر قرآن داشتند و به همین خاطر اقوالشون رو در تفسیر ما زیاد تکرار خواهیم کرد، چون یکی از زهاد صحابه بودند که با قرآن زیاد خلوت میکردند و از قرآن فهم و بینش زیادی داشتند. همچنین حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه صحابی جلیل القدر که همیشه خدمتگزار پیامبر بود، همیشه هم با پیامبر بود و از سابقین اسلام بود و خودش میگه من 4مین مسلمان بودم که به پیامبر ایمان آوردم. ایشون هم در تفسیر قرآن آرای خیلی عجیبی داره و جز مفسران صحابه است. عبدالله بن عباس پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، جز خردسالان و یکی از صحابه های جلیل القدر است که در تفسیر قرآن آرای خیلی جالبی داره. ابی بن کعب و زید بن ثابت نیز از کتاب و مفسران دیگر قرآن کریم هستند. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. پس اینها از عهد صحابه بودند. اما از عهد تابعین ما افراد دیگه داریم. 5 نفر فقط معرفی میکنم چون تعدادشون فقط زیاد هست. مجاهد ابن جبر شاگرد ابن عباس هست که آرای بسیار زیادی از حضرت عبدالله ابن عباس نقل کرده، ایشون جزو مفسران مشهور هست از عهد تابعین. و سعید ابن و همچنین عطا ابن ابی رباح، ایشون هم جزو شاگردان ابن عباس هست، در مکه زندگی میکرده. اکرمه مولای ابن عباس، یعنی آزاد شده ابن عباس بوده و کسی که واقعا از ابن عباس علم گرفته. اینا 3 شاگردان ابن عباس هم، مجاهد، عطا و اکرمه. اقوالشون ممکنه در تفسیر زیاد تکرار کنیم. سعید ابن جبیر هم در مدینه منوره بوده و از عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود زیاد علم گرفته. حسن بصری رحمت الله علیه نیز از زهاد مشهور اهل بصره است که همچنین اقوال زیادی را در تفسیر داره و از ایشون در این زمینه نقل شده. از مهمترین تفاسیر قرآن کریم را ما میتونیم 5 تفسیر ذکر کنیم. جامع البیان ابن جریر طبری شیخ مفسرین هست. معالم تنزیل امام بغوی رحمت الله علیه هست و همچنین تفسیر قرآن عظیم ابن کثیر، در منصور امام سیوطی و المحرر الوجیز ابن عطیه اندلسی رحمت الله علیه. پس بنابراین اینها هم از مهمترین تفاسیر قرآن کریم هست. عزیزان و دوستان، آنچه مهم است در نهایت این برنامه بدونیم اینه که تفسیر قرآن کریم علمی است که هر چی انسان بیشتر درش دقت کنه باز هم نیاز به چی داره؟ تفکر و غور بیشتر داره. و شاید در شأن یکی مثل من نباشه که درسی مثل تفسیر را اداره کنم، ولی من در اینجا
ناقل روایت های مفسرین هستم که با تحقیق و پژوهش اون را مورد گنگاش قرار میدیم و بحث میکنیم و بهترین ها را انتخاب میکنیم واسه شما ارائه میدیم، باشد که مورد استفاده تون قرار بگیره. و الا دقت در تفسیر قرآن کریم امری بسیار مطلوب است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید کسی که در قرآن با رأی خودش بدون سبب بگوید اون به اشتباه رفته. در روایت دیگر میفرماید که کسی که در قرآن از رأی خودش حرف بزند پس خودش را در جهنم ببیند. در روایتی از ابوبکر میخوانیم که چه آسمانی مرا در پناه میگیرد یا چه زمینی مرا در روی خودش جا میدهد اگر در کتاب خدا چیزی را گفتم که از آن بیخبرم یا علم ندارم. امام مسروق رحمت الله علیه یکی از تابعین هست که اقوال زیادی در تفسیر داره. میفرماید که اتقوا التفسیر فانما هو الروایه عن الله. یعنی چی؟ یعنی از تفسیر بپرهیزید چون فتوا دادن و روایت کردن از خداست. دقیقا همینطوره. کسی که درباره تفسیر سخن میگوید باید دقت بکنه به خاطر اینکه داره از طرف خدا سخن میگه. امیدواریم که خداوند توفیق بده آنگونه که مورد رضای اوست قرآن را بفهمیم و بخوانیم و بهش عمل کنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. صلی الله تعالی وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله